باز فسادکاری منصبدار در پنجکند. سردار بخش دینی پنجکند با پاره‌خوری متهم شد. 11مین کشته زندانی تاجیک در روسیه را از میدان جنگ در اوکراین پیدا کردند. دو مهاجر، یکی از تاجیکستان و دیگری از ازبکستان، در یک ساختمان در نزدیکی سنت پترزبورگ کشته شدند. گویا تا آخر سال 2021 در تاجیکستان جنگ بود. در سال 2022 بیش از 170 مینه و 516 مهمات جنگی ناترکیده در کشور تازه و بی‌ضرر گردانیده شده است. تیر ماه امسال در بلاروس کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مشق حربی می‌گذرانند و امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی را تمرین خواهند کرد. عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ظاهر محی‌الدینوف، مدیر بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم شهر پنجکند، با گمان گرفتن پاره دیروز 22 فوریه از طرف کارمندان مقامات پروکراتوری شهر بازداشت و با شرط ترک نکردن مکان زیست آزاد شده است. گفته می شود علیه نسبت ظاهر محی‌الدینوف با قسم 1 ماده 319 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، یعنی گرفتن پاره، پرونده جنایتی بازگردیده است. این ماده جریمه حدودی 370,000 تا 870,000 سامانی یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 5 سال را پیش بینی می کند. ظاهر محی‌الدینوف بیش از 2 سال در این وظیفه کار کرده است. قبلا او در وظیفه های سردار شعبه ساختمان اساسی دستگاه رئیسی شهر پنجکند، دیرکتوری کاخ لایق و شعبه اموال شهر فعالیت داشته است. باید گفت این مراتبه اول نیست که مسئولین حکومت شهر پنجکند با جرم‌های گوناگون بازداشت می‌شوند. قبلا رهبری بخش جوانان شهر پنجکند افضل شاه دوستزاده از سوی مقامات میلیسی شهر پنجکند با گمان قلابی دستگیر شده بود. گفته میشد که او از یک نفر با وعده آماده کردن بلیط حربی مبلغ گرفته است. محمد نبی بچگانوی 49 ساله که از سال 2017 در یکی از زندانهای شهر ایرکوتسک روسیه ادای جزا می کرد، ماه دکبر سال گذشته به جنگ روسیه در اوکراین جلب شده در زادروزش 20 ینوری سال 2023 کشته شده است. محمد نبی بچگانوف تا 3 روز پیش از کشته شدنش با برادرزاده‌اش در تماس بوده است. به قول پیوندانش، محمد نبی بچگانوف از سال 1998 به روسیه رفته می آمد و به تجارت مشغول بود. او را سال 2017 با گمان معامله غیر قانونی مواد مخدر بازداشت و برای 12 سال روانه زندان کردند. او شهروندی روسیه را نداشته است. به قول نزدیکانش، بچگانوف گفته است بر عوض آزادی از محبس و با خواهش خود به جنگ اوکراین رفته است. ولی پیوندانش به این ادعا باور ندارند و میگویند به احتمال زیاد او مجبوری به جنگ جلب شده است. همسرش که روس بوده است با فرزندانش نمیدانستند که او در جنگ است. 1 ماه آخر تماس نگرفته است و 3 روز پیش مقامات روسیه زنگ زده گفتند که روز 20 ینور محمد نبی بچگانوف کشته شد. جسدش را به سراغ پسرش که علیه 18 ساله است میفرستند. خبرگزاری از پلوس با استناد از گفته خویشاوندان مرحوم با نشر این خبر نوشت که جسد محمد نبی بچگانوف را به تاجیکستان می آرند و برای به خاک سپاریدن به زادگاهش دهه شیرگاودی ناحیه ونج می برند. باید گفت که با گذشت 1 سال از آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا این دم درباره کشته شدن نکم از 10 نفر زندانی تاجیک خبر رسانده شد و این 11ام است و جسدی 6 نفر آنها را به تاجیکستان فرستاده اند. 2 مهاجر، یکی از تاجیکستان و دیگری از ازبکستان، در یک ساختمان در نزدیکی سنت پترزبورگ کشته شدند. فاجعه 2 روز پیش 21 فوریه رخ داد.
روز سه‌شنبه 21 فوریه در میدان ساختمان مجموعه استقامتی پارک کودروفسکی در قدقدی کوچه سنترالنی شهر کودروف ناحیه فسیوالژوسکی دو کارگر با بالابر از بلندی افتاده هلاک شدند. به اطلاع نشریه محلی شبکه 47 پاسبان بنا ماشین یاری تجلی را دعوت کرده است، اما طبیبان گفتند که هر دو مهاجر هم جان باختند. شهروند ازبکستان 21 ساله و جوان تاجیکستانی 18 ساله بوده است. این دو مهاجر رسما بود باششان در قید بوده است و تا ماه مارس سال 2023 در قید مهاجرت بودند. در تاجیکستان در سال 2022 بیش از 225 متر مربع قطعه زمین از مینه‌ها پاکسازی شده، موادها و لوازمات جنگی ناترکیده را تازه و بی‌ضرر گردانیده و مؤسسه دولتی مرکزی ملی تاجیکستان عاید به مسئله‌های مینه‌ها سپرده شدند. در این باره روزنامه جمهوریت خبر داده است. و اطلاع منبع تنها سال 2022 بیش از 225319 متر مربع قطعه زمین با مقدار 170 مینه و 516 مهمات جنگی ناترکیده تازه و بی‌ضرر گردانده شده است. در خبر همچنین ذکر شده است که دوام سال 2022 خدمتچیان حربی به کورس‌های آماده سازی و بی‌ضرر گردانی مینه‌ها و مشغولیت‌های نظریوی و عملی جلب و بعد اتمام کورس‌ها برای اشتراک در عملیات‌ها عاید به بی‌ضرر گردانی مینه‌ها در همکاری با مؤسسه دولتی مرکزی ملی تاجیکستان عاید به مسئله‌های مینه‌ها سفربر شده‌اند. تیر ماه سال 2023 کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی در بلاروس مشق حربی می‌گذرانند و امنیت هسته‌ای و رادیات ثانی را تمرین خواهند کرد. این تمرین سکالا 2023 نام خواهد داشت. در این باره وزیر حالت‌های فوق‌العاده بلاروس وادیم سینیاوسکی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلاروس یک خبر داد. بنا به خبر ماه سپتامبر سال جاری در بلاروس مشق‌های واحدهای نجات‌دهی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی می‌شوند. در دایره مشق‌های نظامی کشورهای سپت در نظر است هماهنگسازی عملیات مشترک نجات دهندگان هنگام واکنش به حالت‌های مرکب اضطراری انجام داده شود. علاوه بر این در تیرماه در مینسک برگزاری یک چاره‌بینی دیگر جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی حالت‌های اضطراری کشورهای عضو سپت در نظر است. به این شورا رهبران بخش‌های نجات‌دهی کشورهای عضو این سازمان روسیه، بلاروس، تاجیکستان، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان شاملند.